هر روز کلی کوینای جدید میاد، کلی خبرای مختلف میادش و نمیدونی به کدومش اهمیت بدی. برنامه خاصی نداری، فقط صرافی تو داری باز میکنی و میبندی، چارت تو باز میکنی و میبندی. بیا با من تو این قسمت واچ لیست رو ببین چجوری میتونی درست کنی. درود بر شما، من مسرجی هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. این قسمت به جز این که یک آموزش سایت داریم، میخوایم با هم دیگه یک رودمپ یا مسیر راه واچ لیست رو بریم یاد بگیریم که چه راههایی میتونیم داشته باشیم. این مسیر رو من خودم اصولا انجام میدم و قدم به قدم میذارم و تیک میذارم. میتونین از برنامه دیگه استفاده کنین، میتونین رو کاغذ بنویسین و کلیاتی هستش که میتونه سوددهی شما رو بیشتر کنه. بریم ما هم دیگه اپیزود رو شروع کنیم که این یک برنامه میرو هستش که میتونین شما خودتونم برای خودتون یک رودمپ درست کنین، ولی ببینین که در واقع با این یک واچ لیست چیکارا ما میتونیم انجام بدیم. و مهمترین چیزی که یک واچ لیست داره اینه که باید در نظر بگیرین که باهاش میخواین چیکار کنین و چه سودمندیایی داشته باشه. برای همین اولین چیزی هستش اینه که چرا میخوایم روی اون اسست معامله کنیم. این مهمترین سوال هستش که برای چی ما داریم معاملش رو انجام میدیم. و سوال دومون در قدم اولمون اینه که در چه تایم فریمی داریم معاملش رو انجام میدیم. که خودم اصولا همیشه تایم فریم‌های بالاتر رو بیشتر انتخاب میکنم که ببینم چه وضعیتی داره. که تایم فریم‌های بالاتر یک حسن دیگه که داره اینه که تاییدیای بهتری هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معامله گرای با سرمایه های بالاتر رو تایم فریم‌های بالاتر بیشتر معامله میکنن. و بعدش میتونیم به فاندامنتالش بریم سر بزنیم که خب سایت قبلی که بهتون آموزش دادم کوین مارکت کپ بودش که میتونیم بیاین برای مثال رندوم کوین بیاین اینجا ببینین که خب کدومو میتونیم ببینیم. برای مثال فایل کوین رو خیلی اسمشو شنیدین. فایل کوین رو میتونیم بیاین اینجا حالت مارکت حالت اطلاعاتش رو بزنین ببینین، یا اینکه میتونین قشنگ بیاین تو پلتفرم سروش ایکس بزنین سرچتون رو کنین که دقیقاً قدم به قدمش رو با همدیگه میخوایم انجام بدیم. که خب برنامه وقتی که باز شد میایم اینجا روی سرچ و وقتی میزنیم همین اسمش رو که اینجا هستش برامون و فیلش رو مینویسیم، سرچش رو میزنیم که هشتگش وقتی که باز شدهش راحت میتونیم ببینیم که خب یه نفر لطف کرده به اسم اتان اومده توضیحاتش رو نوشته، خیلی فارسی سلیس رقابتاش رو نوشته، کاربردهای مختلفش رو نوشته و سودمندیایی که دونه دونهش رو میتونیم ببینین. که همچنین خب بقیه هم میتونین ببینین که اومدن تحلیل های مختلف ازش رو گذاشتن و میتونین این تحلیل ها رو ازشون استفاده کنین که و البته هم میتونین درخواست به بقیه هم بدین که براتون تحلیل بذارن. بعد اینکه خب قدم اول روی فاندامنتالمون تموم میشه میریم جلوتر، میبینیم که تایپ تریدمون چی میخواد باشه. یعنی چی؟ یعنی که من روی فیوچر میخوام تریدش کنم یا میخوام اثبات بگیرم. که این خب نسبت به لیکویدیتیتون، نسبت به سرمایه‌تون باید تصمیم گیری کنین و همچنین میتونین جفتشون رو انجام بدین. یعنی یک مقداریشو مثلا اینجا از این محیط بیاین فیوچرزشون رو با لورج بگیرین تا اینجا، بعدش اینجا رسیدش برین اثباتش رو بگیرین، همون مقدار که سود کردین رو اثبات بگیرین که این مولتیش میشه. و بعدش میخوایم ببینین که یوتیلیتیش یا سودمندیش برامون چی میتونه باشه. که این منظورم چیه؟ خب خیلی ها فقط میان میگیرن که برن سودشون رو بگیرن، اوکی، ولی خب من میتونم اینو همین سودی که از برای مثال بیت کوین یا اتریوم سودی که کردم و بردارم ببرم استکش کنم، یه سود بیشتری ازش بگیرم. که این دنیای دیفای هستش که دنیای دیفای رو قدم قدم میتونیم بگیریم که حتی از سودی که به دست آوردیم میتونیم بریم وام بگیریم.
هدف اولمون رو یک جمع‌بندی کنیم. پس شدش اینه که به چه دلیل میخوایم بگیریم، در چه تایم فریمی داریم معاملش میکنیم، یعنی دوره مالیش چه خبره، وضعیت خبری فاندامنتالش چه خبره، چه جزئیاتی داره و اصلا سهامش چجوری داره مبادله میشه و نوع معاملمون چجوری هستش. ما داریم روی فیوچر داریم تریدش رو میکنیم، داریم روی اسپات تریدش رو میکنیم، یا اینکه اصلا روی دکس داریم معاملش رو میکنیم. و بعدش سودمندیش هستش که سودمندی برای من خیلی اولویت مهم هستش. بریم برای قدم دوممون که قدم دوممون هم خیلی مهم هستش، که برای اینکه بفهمیم که وضعیت مارکتمون چه خبره، باید ببینیم که مارکت کپش چجوری هستش. مارکت کپ میتونیم راحت برای مثال برگردیم رو همین فایل کوینی که داشتیم، ببینیم که خب اینجا آنلاک مارکت کپش چجوریه، این ورم ولیومش چه خبره و این که خب هولدراش چقدر هستش و ولیوم 24 ساعتش چجوریه. اوکی، پس اینجا خب ولیوممون شدش و مارکت کپمون و یه دونه دپس داریم. دپس یعنی چی؟ وقتی اینجا ما بیایم خب روی متمرکزه بزنیم، اینجا میزان حجمی که مبادله بشه، این asset 2% بالا یا 2% پایین میشه، که اینجا برای مثال 480,000 USD مبادله بشه فایل، 2% بالا میره توی این صرافی و همچنین اگر 567,000 دلار مبادله بشه 2% به پایین میره، که این یکی از المان‌های خیلی مهم هستش که نسبت به حجم باید بفهمیم. و چیز دیگه‌ای که هستش اینجا ما نوشتیم اینفلیشن. اینفلیشن چیه؟ اینفلیشن تورمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه میزان مارکت کپ نسبت به ولیوم و توتال ساپلای و ولیوممون، یعنی میزانش رو باید بیایم محاسبه کنیم، که این خودش یه اپیزود جلدایه که حالا میتونی از چت جی تی پی هم بپرسین که تورم رو براتون در بیاره، که حالا میتونیم بیاین جزئیات بیشترش هم اینجا در بیارین که چه خبر. روی دکس هم میتونیم ببینین که وضعیتش چجوریه، پرپچوال هم میتونیم ببینین که داره چه مبادلایی میشه، یا حتی فیوچرز و پرپچوال یکی تقریبا. حالا یه توضیحات خیلی جزئی داره که با هم دیگه میتونیم بیشتر گپشو بزنیم. که پس قدم دوممون مهمترین چیز شدش مارکت کپ. و بعد مارکت کپ رو که چک کردیم میایم چیکار میکنیم؟ پیر BTC رو چک میکنیم. یعنی چی؟ اول از همه که ما باید بیایم خود وضعیت بیت کوین رو ببینیم چه خبره، که وقتی که وضعیت خود بیت کوین رو دیدیم، اصولا خیلی هم میان فقط میگن که الان برای مثال فیل USD وضعیت کلیش رو میبینن و میبینن که این قراره تا آسمون بره، درسته؟ ولی من یک انتخاب دارم، رو خود بیت کوین مبادله کنم یا رو خود فایل کوین. که اینجا برای مثال ما بیت کوین به USD داریم، حالا میخوایم بریم فیل کوین به BTC رو ببینیم. که فیل کوین به BTC رو ببینیم، البته چارت بهتر میخوام. اصولا بایننس چارت بهتری داره برای پیور BTC. برای مثال اینجا خب روی روزانه ببینیم بهتره. میبینیم که خب اینجا بیت کوینمون حرکت کرده. برای مثال همین توی جون 20، اوکی، برگردیم رو بیت. جون 20 میبینیم که خب بیت کوین 25% رفته، اوکی، 20% میگیریمش که با احتساب اوکی تری باشه. اینجا پیر BTCش 10% ضعیف شده، پیر USD ببخشید، و اینجا خیلی راحت میبینیم که خب 20% منفی بوده. پس این یکی از نشونه های اینه که من بیام دقیق تر جزئیاتش رو ببینم، که پیر BTC شو حتما چک کنم. مثال دیگه که برامون واضح تر بشه، من همیشه توی تحلیلام برم ETH BTC رو چک میکنم که ببینم ETH
اتریوم کیر به BTC میتونه صعودی بشه که به جای اینکه روی بیت کوین معامله کنم، که بیت کوین الان این محیط رو رنج زده اومده 20% اینجا رسیده، ولی خب اتریوم 50% اومده نسبت به بیت کوین حرکت کرده و اینجا نسبتاً سود بیشتری بکنم. که این یک بازی هستش که پیر BTC کلیاتی هستش که ما بفهمیم روی کدوم مبادله کنیم بهتره. من انتخاب میذارم که پیر BTC بره یا خود بیت کوین رو برای مثال مبادله کنم، یا اینکه اون واحدی که داشتیم. برای مثال بهتری که بفهمیم، اینجا رندوم یه وانینچ رو نگاه کنیم. وانینچ توی اینجا یک محیطی هستش که رنجش رو داره میزنه. حالا وان اینچ فکر نکنم این خوبی داشته باشه. بایننس داره اومده دقیقاً حرکتشو کرده و داره رنجشو میزنه. پس این یکی از تاییدیه‌ها برام هستش که اینو بخوادش بشکونه، دقیقاً پیر BTC شن قراره برام بشکونه که نسبتاً بخوادش از بیت کوین جلوتر بزنه. که این یکی از المانا بودش که باید چک میکردیم. و اینکه اینجا چیزی که هستش اینه که میتونیم برای اینکه ما پیر BTC بهتری چک کنیم، میتونیم از سایت مختلفی کنم. تأکید میکنم این بالاشو نگاه نکنیم، خود اسکمه. که اینجا خب لایف کوین واشو داریم که یکی از سایت ها هستش که میتونیم بیاین خب استفادهش کنیم، که میتونه مکمل کوین مارکت کپ باشه. که این کوین مارکت کپ رو بخوایم بیایم رو این چک کنیم، اولین کاری که میکنیم ما میایم پیر BTC شو میزنیم. که این پیر BTC شو زدیم، حتما اینا رو بزنیم بره. که اینجا پیر BTC شو زدین، راحت میتونین بیان اینجا فیلترشو بزنین، ولیومو بزنین یعنی حجم روزانهشو بزنیم، اتلیست یعنی کمترینشو بزنین. وقتی که اینجا میزنین خیلی براتون راحت میاره، بهتون نشون میده که پیر BTC چقدر داره حجم میخوره و چه خبر وضعیتشون. و اینجا هم چارتشون تقریبا داره بهتون نشون میده که برای مثال خیلی واضح اینجا داره هایپو میزنه که پیر BTC داره نزولی میشه، اونم روی ویکلیش. اوکی، حالا براتون سوال میشه که خب چه وضعیتی میتونه روی روزانه داشته باشه، کی سود میگیره. اولیا رو حتما ول کنین. یعنی چی؟ یعنی که بیاین براش حجم بزنین. من دوباره اینو بزنم، اتلیست 1000 تا بیت کوین قابل قبوله. مثلا 52,000 تا چیکارش کنم؟ که برای مثال الان دود مثلا یه دفعه حرکت کرده رفته، کاری خاصی باش نمیتونم کنم، ولی جلوتر میتونستم بگیرمش. بریم جلوتر. چیزی دیگه ای که مثلا میتونیم توی واچ لیستمون بذاریم، بیایم پایین. فلوکی رو داریم که خب وقتی که فلوکی رو الان پیدا کردیم، اینجا خیلی راحت میزنیم فلوکی BTC. اینجا می‌بینیم که خب یه دونه اصلاح زده و میخوادش بعد این اصلاح میخوادش حرکتش رو انجام بده. پس تاییدیه هم میشه اینجا که این شکست رو اینجا زدش، میتونم همراهش بشم. یک مثال دیگه ای که بخوایم با همدیگه پیدا کنیم اینه که دقیقا اینجا فیل رو داریم که فیلم میتونه داشته باشه که نسبتاً داره رنج میزنه، هنوز حرکتش رو نکرده، ولی همه رو باید نگاه بندازیم. که چیزی دیگه ای که بخواد جالب باشه مثلا OP BTC بایننس رو بده. که خب اوپی اومده یه دونه به کف رسیده و اینجا رو اومده بازیشو انجام داده. بعد شکست اینجا میتونه تریگر خوبی باشه. حالا این شکست تریگر اینجا رو داشته باشیم، میریم روی خود داستان USDش ببینیم کجا میتونه بهمون بده، که بعد دقیقاً اینجایی که مشخص کردیم اینو برکشو بزنه میتونه جذاب باشه. که این باید دونه دونه‌ش رو چک کنیم که برای طبقه بندیش میتونیم قدم سوممون رو بذاریم. قدم سوممون چی میشه؟ که میزان ریسکی که میخوایم براش مشخص کنیم چقدره و نوع ریسکمون چیه.
من نمیرم مستقیم برای مثال همون اولیایی که یه دفعه حجم پایین داشته باشه. اوکی میتونیم اینجا بیایم حجممون رو کمتر کنیم که حجم قابل قبول باشه. 500 تا قابل قبوله. مثلا برمیگرده دوباره رودود میشه، مثلا چیزای دیگه ای مثلا نسبت به XPL میشه که اومده حرکت کرده. XPL USDT البته این تو واچ لیستمون بودش که اینو دقیقا اومدش بازیشو علام کرده، داره یواش یواش حرکتشو میکنه و آمادش هستم که بخوام تریدشو کنم که این دقیقا خب XBL هستش، کیک هستش، کیک سعودیه نسبتا، MTL هستش نسبتا سعودیه. نمیام اونایی که نزولیه رو انتخاب کنم. اوکی، برای همین اگر دارم خارج استراتژیم وارد میشم ریسکم رو پایین تر میگیرم. وضعیت فاند اومدیم در صحبت کردیم، میتونیم روی سروش X سرچ کنیم، دقیقا هشتگشو میاره، بچه ها زحمت کشیدن اومدن قشنگ توضیحاتشو دادن و سودمندی که میخوایم داشته باشیم میخوایم ازش فقط یک سود بگیریم از مارکت ببریم بیرون، یا اینکه میخوایم وارد دنیای دیفایش کنیم. وقتی که این سودمندی رو گرفتیم برمیگردیم رو ولیوم و مارکت کپ. دوباره این لوپ و انقدر ولیوم و مارکت کپ و انقدر من بهش نگاه میندازم، بالاخره بعد اینکه از ولیوم و مارکت کپ تایید بهم داد، بعدش میرم روی USD پیرمو چک میکنم. بعد اینکه USD پیرمو چک کردم میام وضعیت مومنتمو چک میکنم، بعدش نسبت به استراتژی معامله میکنم. این یه کلیاتی بودش که بخوایم مد نظر بگیریم که واچ لیست داشته باشیم. برای تکمیل کردنش هم میتونیم خب سودمندی‌های این سایت رو نگاه بندازیم که اینجا خب بالاش خب کارهای دیگه هم میتونیم انجام بدیم که مثل کوین مارکت کپ هستش که کوین مارکت کپ رو بیشتر ترجیح میدم که یه ولیوم کلی هستش. اینجا هم ایکسچنج اوردر بود که لیکویدیتی ها رو میتونیم ببینیم که حالا از این ورم دامیننس ها رو میتونین اینجا بیاین چک کنین، میتونین برای خودتون همیشه بذارین که وضعیت دامیننس رو همیشه چک کنین که چه حالتهایی هستن. و اینکه اینجا هم خیلی کلیاتی براتون گذاشتن که ببینین که خب مسیرتون چه خبره. ترندا رو داریم اینجا، مثلا کیک هستش، خیلی شنیدیم بچه ها سود خوبی گرفتن ازشون. آواکس هستش، سویی هستش و حالا هایپ هم دوباره داره میادش بالا. اینا خب رایگیری شده زیاد، من به اینا توجه نمی‌کنم، خیلی توشون خرابکاری زیاده، ولی خب شتکاری خیلی مسخره بازی خوبی میتونه کنن. ابزارهای مختلفی داره، کامپرا میتونین بیاین نسبتا دقیقا همون حرفی گذاشتین. اینجا اومدیم مثلا بیت کوین و اتریوم و XRP رو گذاشتیم که رنکشون اومده، پرایسشون اومده گذاشته، مارکت کپ ها رو گذاشته، و ولیوم مارکت کپ و نسبتشون رو اومده گذاشته، توتال رو اومده ساپلای گذاشته و روی 24 ساعته چه فعالیتی داشتن. اینجا خوبیش اینه که قشنگ میتونین اینجا بزنین و میتونین اینجا بهش اضافه کنین که هر کدوم رو داشته باشیم. برای مثلا من TRX رو خیلی روش ترید میکنیم که اه، یه چیزی اوورد. من TRX رو میخوام، ترون رو میخوام. ترون برای مثال اینجا ترون رو قشنگ میتونیم بزنیم که ترون نسبت به بیت کوین الان عقب مونده، ولی چیزی که هستش ولیومش هنوز اضافه نشده که اینجا دقیقا میتونیم ببینیم که خب نسبت فروشنده و خریداراش چه خبر، همچنین XRP و اتریوم و هر کدوم رو مد نظر بگیرین و لیکویدیتی و بیتز و اسکاشون رو میتونیم ببینین، درخواستاشون و فروشاشون رو میتونیم ببینین که این یه کلیاتی هستش که حالا میتونین فاندامنتالش رو یک لیست برای خودتون درست کنین که مثلا سنشون رو بزنین، میتونین مارکتشون رو بزنین که چقدر و پیراشون وضعیتشون چه خبر، میزان هولدراشون چه خبره و کلی جزئیات دیگه که حتی سوشیال مدیاشون رو من پیشنهاد میکنم که برین چک کنین که اینو میتونیم برای اپیزود بعد داشته باشیم که وضعیت امنیت ها رو ببینیم چجوریه که بتونیم واچ لیستمون رو تخصصی تر داشته باشیم اگر میخوایم به عنوان یک سرمایه گذاری کنیم.
این یه کلیاتی بودش که با همدیگه میخواستیم همراه باشیم. هر جا سوالی داشتین ممنون میشم که تو کامنت ها بذارین. لایک و سابسکرایب کنیم، بهمون انرژی میدین. شب و روزتون بخیر.